این خبر رو ملاحظه کنید. یک آخوند بی عمامه به نام سکینه سادات پاد که دستیار آخوند رئیسی هم هست گفته اقدام قوه قضاییه درباره مجاهدین یک اقدام حقوق بشری است. راستش رو بخواید ما که نتونستیم هیچ جوری رابطه این رژیم با حقوق بشر رو بفهمیم. برای همین از بابک خواستیم بیاد و نظر بابک رو در رابطه با این خبر جویا بشیم. بابک سلام میکنم بهت. چی گفته این دستیار رئیسی؟ بله، با سلام به شما و بینندگان عزیز پیک شادی. والا همشو درست گفته. اقدام فوق العاده حقوق بشری، مافوق حقوق بشریه. این که فراخوان دادن به دادگاه کیفری خودش یک اشل حقوق بشره. بعد به مجاهدین گفتن میتونن وکیل بگیرن. ببین این رویه ها مال این دوران نیست، این مال 200 سال بعده، مال این دوران نیست. این دوران اصلا خیلی فراتر از این دوران. الان در دوران اصل تیروکمون داریم زندگی میکنیم. الان باید متهمو بگن که بین گیوتین یا پرت کردن از قله کوه انتخاب کن، شمع آجینت کنیم یا ببریم زیر دیوار رو سرت خراب کنیم. قضایه رژیم خیلی به نظر من بالا بسته و اصلا فکر ظرفیت بشر رو باید بکنه به این میزان. کار حقوق بشری بالاخره بشر هم یه ظرفیتی داره، برداشته کار 500 400 500 سال بعد و الان داره انجام میده. راستش این کارگزار رژیم، این جانور، نه که تو طویله بزرگ شده، همین که بوی هوای آزاد بهش میخوره گیج میشه. از نظر این و اون عظمای ملعونش، همین که مردم اصلا نفس میکشن، اکسیژن مصرف میکنن، حقوق بشره. مردم چه حقی دارن نفس بکشن؟ تازه این یارو غریب آبادی از پامنبری اژه‌ای تو قضاییه، اونم که اصلا برگ رو کرده، گفتن ایمیل دادیم به مجاهدین. بله من قبول دارم این کارا خیلی حقوق بشری مال این دوران نیست و رژیم به نظر من بالا بسته، مخصوصا قضاییش. بله بابک، راسته اینا باید بگیم که حقوق بشر رو رد کردن، اضافه حقوق بشر هم دارن میدن. حالا این دستیار آخوند رئیسی، همین سکینه سادات پاد، یه چیز دیگه هم گفته که حتما دیدی. نوشته که مدت زمان بازداشت انفرادی حمید نوری در سوئد یک رکورد محسوب میشه و بی سابقه است. اینم راست گفت. راست گفته. تو این مورد کم گفته که زیاد نگفته. دیگه نتونسته شکنجه ها رو بگه، تحملی نداشته خود شکنجه ها رو بگه. من چند مدل از شکنجه ها رو میگم که اونا هم رکورده. ببین به حمید نوری تو زندانهای سوئد هم عینک دوربین و هم عینک نزدیک بین برای مطالعه دادن. برای آدمی که اهل مطالعه نیست داشتن عینک، 2 تا عینک برای مطالعه خیلی طاقت فرساست. البته خب عینک شنا بهش ندادن، عینک دودی بهش ندادن. یکی از وحشتناکترین شکنجه ها که من الان واقعا خودم میخوام بگم و احساس بهم دست میده که تمام زندانبانا سوئدی صحبت میکنن، همشون از دم سوئدی صحبت میکنن. شکنجه بعدی اینه که هر روز باید 3 وعده غذا بخوره، شب باید بخوابه، روز باید بلند شه. واقعا خامنه‌ای باید دعا بکنه که این دشخیم جلوی این شکنجه ها دووم بیاره و تمام اطلاعات نظام رو لو نده، چون این شکنجه ها مافوق طاقت این یارو هستش. بله. حالا بابک تا اینجا که اومدیم بذار یک رشتو هم یکی از بسیجی‌های سایبری زده، اونم برات بخونم. اینم خودش واقعا باید بگیم چند تا برنامه کامنت از توش در میاد. این بسیجی که اسمش سید پویان هستش نوشته که همین که گفتم یه رشته توییتیه، گفته که طبق اعلام مژگان پارسایی مسئول مقر اشرف 3 مجاهدین، قرار بود ابتدا تروریست هایی که پاسپورت یا تابعیت کانادا دارند به این کشور منتقل شوند، ولی حالا خبر رسیده که اقوام و نزدیکان کادر رهبری مجاهدین در اولویت انتقال هستند و این فامیل بازی باعث وقوع درگیری شدیدی بین اعضا شده است. بعد نوشته شدت درگیری به حدی بوده که برخی از اعضا دچار مجروحیت شدند. تعدادی از معترضین به فامیل بازی هم توسط ستاد اطلاعات مجاهدین بازداشت شدند. در مقابل معترضین هم تهدید کردند به ترک و فرار و جدایی از مجاهدین، تهدید کردن که جدا میشن. این هم یک رشتویی بود که این بسیجی کرده. اول بذار من خودم به احساسات خودم کنترل کنم بعد جواب اینه بدم. ببین عجب آش و شعله قلمکاری پخته. تمام سناریستای بالیوود و هالیوود باید کارشون رو تعطیل کنن، بیان 2 زانو بزنن از این سناریو یاد بگیرن. دقت کردی هر جا که هیجان می اومد پایین یه افکت، یه جلوه ویژه میداد، دوباره آدرنالین رو هیجان میرفت بالا.
اما ببین کانادا وجه تقدس داد تو رژیم. کانادا قبله آمال اختلاسگرا، دزدا، انگلزاده ها، آخوندزاده ها و تمام جک جونورای نظامه. تمام اینا بچه هاشون تو اونجا هستن، هر روزم عکساشون و خیلی با وضعیت بدحجابی تو شبکه‌های اجتماعی تو شهرهای کانادا منتشر میشه. یه تعدادشون هم که اصلا رفتن، مثلا خاوری دیگه اون مدیر حزب اللهی نمونه سال بود که چفیه مینداخت و همیشه وضو داشت و نمازش هم سر وقت میخوند، الان با شلوارک تو کازینوها میچرخه که توی کازینوهای کانادا مسائل شرعی فقه خامنه‌ای رعایت بشه. و اون یارو پلیس هم بود مرتضی طلایی که کلی مزاحم نوامیس مردم میشد تو تهران. فیلمش از سالن مختلط ورزش تو یکی از شهرهای کانادا در اومد، گفت من در راستای همون امر به معروف اومدم اینجا، سرمنشأ بدحجابی هم اینجاست و دارم کارم انجام میدم، ولی پوششم هم اینا کردم که شک نکنن. اما من فراتر از اینا فکر می‌کنم به نویسنده این رمان باید جایزه نوبل ادبی بدن، چون به طرز خوبی تونسته از سبک رئالیسم جادویی آقای گابریل گارسیا مارکز نویسنده صاحب نام کلمبیایی تقلید کنه و این اثر رو الهام بگیره و بسازه. چجوری تونسته از مارکز به نظر تو الهام بگیره؟ بله. آقای مارکز هنرش این بود، یعنی سبکش این بود که از واقعیت‌های دور و بر خودش الهام می‌گرفت، از این واقعیت‌های روزانه و یک رمان می‌ساخت. این جانورم که رفته این رمان رو نوشته، البته من از آقای مارکز عذر میخوام، ایشون البته مرحوم شده، واقعا مقایسهش میکنیم با چنین جانوری، ولی برای فهم مطلب این جانورم که رفته این رمان رو نوشته به فرموده وزارت اطلاعات، آمده از واقعیت‌های پیرامون خودش، جنگ و دعواهای باندای رژیم، کارگزار رژیم، از اینکه در فکر اینن چجوری برن کانادا پولشون رو ببرن، چون بانک‌ها که تحریم، چند بار ببرن چند تا بانک عوض کنن تا پولشویی بشه، از دعوای بین صدا و سیمای رژیم، از دعوای بین مجلس و دولت رژیم، یک برداشتی گرفته از این واقعیت‌ها و این رمان کذایی و مبتذل رو ساخته. البته به نظر من بابک اگر این بسیجی حتی یکی از رمان‌های مارکز رو هم خونده بود، به نظر من عقلش خیلی بیشتر از اینا میشد و به جای که در حد یک چهارپا بتونه نظریه بده، به این روز نمیافتاد که به اندازه یک طویله چهارپا نظریه پردازی بکنه. اما یه چیزی دیگه هم هست، یکی نیست به اینا بگه که اگر واقعا اینطور که سالهاست دارین ادعا میکنین مجاهدین تموم شدن و محو شدن و دیگه نیستن و غیره، بالاخره چرا این همه مطلب علیهشون تهیه میکنین؟ اون حرفتون رو باور کنین که مجاهدین دیگه نیستن یا این جلز و ولزاتون رو؟ نه، ببین اون چیزی که باید باور کرد وضعیت زار و نزار عظماست که از ترس دشمن اصلیش شب و روز نداره و مجبور به نشخوار چنین جعلیات و اکاذیبی شده. اون چیزی که واقعیت صحنه است اینه که خامنه‌ای با این کار دو تا هدف داره. یعنی اون یه هدف داره، یه هدفشو، دومین هدفشو من میگم، یه هدفش اینه که جلوی ریزش شرشور این سپاه و آدماشو بگیره، یه هدفش هم که ما استفاده میکنیم برای تنزای پیک شادی و دستمون پر میشه از این مبتذلیاتی که رژیم تولید میکنه. بله. به هر حال خیلی ممنونم بابک از اینکه وقتت رو در اختیار ما گذاشتی، اومدی این صحبت‌ها رو کردی برای ما و بینندگانمون.